شبیه هیچ جنگلی که دیدیم نیست. ولی هنوز کنار همیم، نه؟ هر جا که نور هست یعنی هنوز امیدی مونده. این جنگل حرف میزنه، فقط باید گوش پس بدیم. بیا صد و بریم، انگار خود جنگل بیداره. نترسید، مسیر ما رو میشناسه. وقتی جنگل ساکت میشه یعنی داره ما رو نگاه میکنه. من حس میکنم مسیر عوض شده، یعنی داره ما رو نگاه میکنه. اگه راه برگشتی وجود نداشته باشه چی؟ صبر کنین، یکی داره دنبالمون میاد. من صدای نفسشو میشنم. همه کنارم بمونین، عقب نرین. اون دوسته یا دشمن چرا سایش اینقدر بلنده؟ نترسید ولی توقفم نکنید. این تونل رازه خودش رو تازه نشون میده. وقتی سایه بعضی درها به صدا باز نمیشن، به دل باز میشن. احساس میکنم درخت ما رو میشناسه. اینجا راه نیست، قضاوته. پس با حقیقت خودمون وارد میشیم. و جنگل نخستین راز خود را آشکار کرد.